یا آمینو اسید مهم تو بدن کارش تبدیل چربی به انرژی، به چربی سوزی و سلامت قلبم کمک میکنه. به نظرم تو عضله سازی هم خیلی موثره. نقش اصلیش تولید انرژی از طریق انتقال اسیدهای چرب به درون میتوکندری سلولاست. به عبارتی چربی رو میسوزون تا به انرژی قابل استفاده تبدیل کنه. اینکه بدن بتونه آمینو اسید الکارنتین رو بسازه به مقدار زیادی ویتامین C احتیاج داره. چند نوع آمینو کارنتین هم داریم: ال کارنتین، دی کارنتین، استیل ال کارنتین، پروپیل ال کارنتین، ال تارترات کارنتین. دی کارنتین که کلا غیر فعاله و دقیقاً عکس عملکرد کارنتین رو داره، یعنی جلوگیری میکنه از انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری. کارنتین برای مشکلات گردش خون مثل بیماری‌های سرخرگ محیطی و فشار خون بالا مفیده و تولید نیتریک اکسید هم بهتر میکنه. ال تارترات کارنتین که برای گرفتگی عضلات، ریکاوری سریعتر و بازسازی بهتر عضلات استفاده میشه. و بالاخره ال کارنتین فرم فعال بیولوژیکی ماده کارنتینه که بهترین گزینه برای مصرفه. برای چربی سوزی، فعالیت بدنی، مغز، سلامت قلب، عملکرد ورزشی، دیابت نوع 2 و حتی افسردگی مفیده. مقدار و زمان مصرفش رو براتون می نویسم و بهترین شکل مصرفش هم الکارنتین مایع است برای جذب